عرض سلام و درود بپیوندم خدمت دوستان عزیزان با یکی دیگر از آموزش نوی نقشه‌خوانی برقی صنعت با هم دیگر هستیم. اینجا یک نمونه از نقشه های کارخانه سیمیم که از ایتالیا است و یک تجهیزات شستشو برای شستن است و نقشه یکم ساده تر دارد. همین با یک دیگر بررسی میکنیم. و اینجا یکم صفحه اگر مشاهده کنیم درباره مشخصات همین لایحه همون تجهیزات اگر نامش بگیریم، لایحه همون تجهیزات کاملا به ما گفتگی است و سرور اینجا نامش است، یعنی شستشو کننده عالی و اینجا همه تصنیفاتش هم میگیم خاراکتریستیک های تکنیکی که برای ما لازم هستند، برای برق صنعت لازم هستند مشخص شدگی است. میگه که شدتش 400 ولت است، بسامدی 50 هرتز، منبعش هم نمودی 3 فازه با اضافه زمین پیوست، یعنی اینجا نیترال نیست، 3 تا فاز داریم و زمین پیوستی جداگانه هم حرف تی هم اینجا جدا را استفاده میکند و مجموعاً 23 کیلووات تشکیل میدهد که جریان 6 امپر و ضربه جریانی اتصالی کوتاهش هم تا 10 کیلو امپر هم ممکن قوت میکند و شدت عایقش هم 1 کیلوولت است و مدار زنجیر فرمانش 24 ولت دویمی است، جریان دویمی. خب دیگر مشخصاتش در کجا و کدام وقت طراحی شده است برای ما مهم است. میریم قسمت نقشه. سر اول شما پیش از نقشه خوانی ما علاقه دیگر نقشه‌ای که پیشنهاد میکنیم در استاندارد IEC همون گفتگی بودیم، نموده استاندارد نقشه خوانی را که استاندارد اروپا است که ما هم متعلق به همون استاندارد هستیم و نمودی ورقش هم به همین شکل است، از دو تا کوردینات عبارت است. قسمت بالا رقم و قسمت طریق افقی رقم است، طریق عمودی هم حروف، یعنی از اینجا سرشتگی است 1 2 3 4 5 6 7 8 و اینجا هم A B C D، یعنی این به ما کمک میکند که ما جایگیر شوی هر یک تجهیزات در هر یک نماد بگیم سخیمه که اشاره اختصاری است در کدام صحیفه و در کدام کوردینات بگیم اگر جایگیر شدگی است. یعنی ما اگر اینا مشاهده کنیم هست صحیفه، یعنی صحیفه یکم، یعنی قسمت پیج هم صحیفه یکم و QS یک اگر مشاهده کنیم B دو میشه. یعنی اگر اینجا را بینیم وروشترش میگه که با صحیفه، یعنی همین بگیم سیمو از اینجا خورشتگی هستن رفتگی هستن با صحیفه دویم 02 و 1 A است. این صحیفه 1 بود و صحیفه 2 1 A میبینیم که در حقیقت همین با اون قسمت وارد شدگی است یا که نه. اینجا صحیفه 2 است و 1 A، یعنی 1 A ما میگه که من از ورقه یکمی 8 آمدگی هستم، یعنی این ورقه دوم این ورقه یکم 8 A، یعنی از این قسمت، یعنی اینها هم یک مفهومی خودش دارد که کوردینات را بودم، یعنی نقطه مهمترین سر اول سر میشد از کوردینات همین بگیم نماد، یعنی همون اشاره اختصاری است که از کجا از کدام ورقه، چون که زمانی که ما لایحه را مشاهده میکنیم ورقه‌اش هم خیلی زیادن و یکم دشواری میکنیم برای معین کردنشون. و اینجا معین میشود که ما اینجا ایش برای ما قدر لازم نیست، چون که این لایحه برای دو تا کارخانه A و B طراحی شده است، حرف ایش لازم نیست. اما از این قسمت رقم یکم در این یعنی این سخنایی که ما این نقشه میگم متعلق به خود همین نقشه است، یعنی این معنی آن ندارد که حروفاش هم بگیم طرز جابجا، فقط حروف یعنی نوشته جوتاشون متعلق به همین نقشه است و این بستگی به همون نقشه کش دارد. یعنی در همین نقشه حرف یکم، این حرف یعنی رقم یکی در اینجا هست، یکمین همین
کلید وصل قطع در نظر داره. QS هم حالا که میدیم Q حرف Q کشید اما کلید وصل قطعی جریان‌های بالا هستند، منبع قدرتی است و اسش هم این کلید وصل قطع است و یکش هم این یکم است. و اینجا هم بدوریم از این از منبع ما اومد، اینجا گفتیم که منبع سه فاز است و یک تا هم پی یعنی زمین پس، اینجا نیترال ما نداریم. و اینجا اومد منبع، از این منبع گرفتیم شدت 380 ولت، یعنی با این کلید وصل قطع یعنی یک فاز به این قسمت وارد شد، فازهای دیگر اومد از یک تیغه به تیغه دیگر خارج شد، وارد شد با تیغه دیگر و اومد به منبع تبدیل دهنده منبع جریان تغییر یابنده به دائمی، یعنی منبع تغذیه جریان دائمی 5 امپیر است. یعنی یو وی ما در حروفاش هم گفتیم کدام حروفا هستن که اینا اگر مشاهده کنیم از 24 ولت دی سی 0.24 ولت، یعنی همون مثبت منفی 24 ولتی دائمی، چون که در اینجا گفتگی بود که شدت نامی مدار فرمان 24 ولتی دائمی است. این از این قسمت منبع میگه و این سه فاز از اینجا خارج شد آمد به این قسمت. یعنی در اینجا معلوم می شود که ما دو تا نساس داشته بودیم، نساس یکم، نساس دوم و اینا هم راه اندازی میشن با واسطه کانتاکتوری KM23، یکم KM23 و دوم KM23. یعنی گفتیم که رقم اینجا چندم همین تجهیزات ifade میکنیم. این یکم تجهیزات 1 km، این دوم تجهیزات 2 km و این هم کلید یکمش هم کلید اتوماتی است که این هم است 1 QM، اینش هم است 2 QM رقم 23. اینجا هم امپیرش هم گفتگی است برابر است با 22 از 4 امپیر خیلی ifade شده. یعنی جریان تنظیمی این نمودی یا بار این چی را کاملا بررسی کنیم. این قسمت چارکنجه اینجا بود گفتیم این قلفی مکانیکی است و این نمود اشاره که در اینجا هست این حمایت از سیرباری است و این مشاهده که جریان کلان این هم یعنی معنیش هم ifade حمایت از جریان اضافی است، یعنی جریان اگر از همین زیاد شد یعنی حمایت میکنه و این قسمت صلیبی هم کلیدهای قدرتی را ifade میکنه. در کانتاکتور با این شکل است، یعنی به شکلی همون کانتاکت است، تیغ است و در کلیدو باشد به این شکل است، کلیدو قدرتی. و یک این هم زمین پیوستش هم است. موتور ما هم جو نوشتگی است 11 کیلووات است، 3 فازه. و یک چیز دیگر در اینجا اگر مشاهده کنیم میگه که از یک QM ما چی بود؟ یک QM ما اینجاست، کلید وصل قد منبع بود، کلید ما اتوماتی است. یک QM و دو QM میگه که در صحیفه 5 یعنی 05 اینجا صحیفه 5 و چهارم حاضر میبینید صحیفه 5 4 یعنی همون کوردیناتی که گفتیم هم موقعش ifade میکنند. حاضر ما در صحیفه چندم قرار داریم؟ صحیفه دوم. ما صحیفه 4 یک بار میبینیم، یعنی همین تیغه در حقیقتا یعنی یک معنی دیگر در اینجا هست که تیغه در جایی که استفاده شدگی باشد همون کوردیناتش به ما میدهد که یعنی همین تیغه چی بود چی بسته در کدام نقشه در کدام ورق صحیفه چندم در کدام کوردینات استفاده شده است. خب این صحیفه 3 این صحیفه 3 و اینا صحیفه 4 کوردینات 4. خب اینجا ببینیم که صحیفه 4 یا که 5 بود بفکرم، صحیفه 5 و موقع 4 صحیفه
5 یعنی صحیفه 5 و موقع 4 یعنی این قسمت مشاهده کنیم است تیغه هر دینو یعنی 2 QM و 1 QM هر دو تیغه بازشان یعنی حمایت سیر بودشان اینجا استفاده شدگی است یعنی از اون بالا علاقه ما فهمیدیم که در صحیفه 5 و کوردینات 4 هم طریق افقیش هم 4 جایگیر است و میریم صحیفه چند بود این صحیفه باز بررسی میکنیم یعنی میریم با میگه که اینجا دیگر علاقه یگون جای دیگر رفتگی نیست یعنی منبع سه فضای ما کاملا اینجا به اتمام رسید ما دیگر از این نداریم در یگون نقطه دیگر اما منبع 24 ولته ما رفت صحیفه 3 1 دی صحیفه 3 1 دی یعنی این صحیفه 2 و این هم صحیفه 3 یعنی از اینجا باید 1 دی ما یعنی دی یکی ما یعنی اومد تو به اینجا خب این قسمت بینیم اگر خب فقط 018 دیش یک قسمتش پیوست شدگی است به طرف دیگری ریلی و کانتاکتوروی ما اینجا یعنی ifade میکند که قسمت ریلی ما یعنی ریلی و کانتاکتوری که در اینجا هستند از خروجی های PLC استفاده میکنند یعنی یه خروجی ها را مشاهده کنیم Q04 Q05 07 و 014 PLC هستیم از PLC می آید و با کانتاکتوری 1KM23 2KM23 و 1KM21 و 1AKM21 و BKM21 BKM21 وصل می شود حاضر 1KM23 و 2KM23 را ما گفتیم اینو کانتاکتوروی نسوسو هستند و دیگرش را حاضر می بینیم که تیغاش از کجا می آید با این ریلی ها خب تو اینجا هم گفتگی است که یک KM23 ما تیغاش در کجا استفاده شدگی هستند معمولا اینجا میگه سه تا تیغه در صحیفه دیوم کوردینات دیوم که اینو ما دیدیم قدرتی بدن استفاده شدگی است و دو تیغه دیگرش هم صحیفه 7 و 6 4 و 6 یعنی تیغه یکش 7 و 6 دیگرش هم 4 و 6 استفاده شدگی است 4 و 6 این صحیفه سی است حاضر صحیفه 4 میبینیم که این تیغه های استفاده شدگی اما تیغه های A یک M B یک M در صحیفه 6 و 8 استفاده شدگی است خب تا اینجا میریم و اینا میبینیم که SRB 301 LC این چیزی در صنعت یک مدولی است با نام سیفتی ریلی یعنی ریلی حمایوی یک مدولی که یک چند ورودی و خروجی دارد و خصوصا برای حمایت از حالتهای فوق‌العاده است یعنی emergency safety relay هم میگن یعنی ریلی حمایوی در حالتهای فوق‌العاده یعنی در زنجیر مدارهای الکتریکی همون ریلی به مقصد همین چیز استفاده میشد یعنی یک چند تیغه های هستن فرض کنیم ما در مدار وقتی طراحی میکنیم یعنی همین تیغه ها وصل و قطع باشد یعنی همون چیز اگر روشن باشد یا فلان چیز خاموش باشد حالت همین تجهیزات ما همون مدار همون تجهیزات ما در حالت امن است یعنی در صورت همین حادثه رخ داد فرض کنیم یگان کانتاکتور تیغه‌اش مثال وصل نشدگی بود یا که فلان چیز خاموش نبود این نشونه اون است که یعنی همون تجهیزات ما در حالت خطرناک است و همین وظیفه همین سیفتی ریلی همین حالت ها را انالیز کردن و حمایت کردن و ما با پرینسیپ کاری اینقدر کار نداریم و اینجا میبینیم که نقشش ساده‌تر تو چی حد میبینیم دیگر مشاهده میکنیم یعنی اینجا معلوم میشد که اینم منبع تغذیه‌اش 24 ولت است معلوم است از اون قسمت چون که ما دیگر 3 فاز نداشتیم ما اینجا منبع تغذیه 221 فاز نداریم تماما
همش هم 24 ولت هم دویمی هستند. این یک تیغه هم اینجا استفاده شده. یعنی یک چیز دیگر هم اینجا قید کنیم، یعنی این قسمت اگر مشاهده کنیم، یعنی این قسمت که حرفای کنده کنده دارد، معنی آن است که این تیغه بیرون از همین شیت، همون شیتی که ما در آنجا ساخته شدیم، یعنی نقشه این داخلی همون شیت است، بیرون از این جایگیر است و پیوست شویش هم میگه در اینجا ترمینال X0B 52 و ترمینال X0B 53 است. اون ترمینال ها وقتی که میگذاریم معلوم میشه که این از کجا پیوست میشه. میگه که پلین سیفتی سرکیت کانتاکت، یعنی از دیگر قسمت ها به این وارد میشه، یعنی دیگر قسمت هایی که در کارخانه دیگری است، از همونجا ما یک سیگنال به اینجا میفرستونیم، یعنی یک تا اینجا دو تا است، دو تا سیگنال به اینجا میفرستونیم و این سیگنال را این انالیز میکنیم که یعنی زمانی که این تیغ ها اگر وصل باشن، یعنی همین تجهیزات ما، همین تجهیزاتی که برای شستن است، میتواند انجام دهد. و اینجا هم یک کلید اضطراری هم مشاهده کنید، I1 است. این کلید اضطراری است، در اینجا وصل است و اینجا هم ورودی رو ببینید، یک چند ورودی را، دو تا ورودی را استفاده کرده است، یعنی زمانی که اینو به یکدیگر وصل باشن، این ورودی اگر سیگنال باشد، این در حالتی امن است. و بعدش هم یک خروجی به ما میدهد، یعنی یک کانتاکتور دیگری، یک MESW، یعنی زمانی که این وصل بود، معنی اون است که همین تجهیز، همین شیت ما در حالتی امن است. دیگر باقی مونده از تیغای همین عبور میکنند. میبینید بچه کدام شکل هستند، یعنی اینجا ببینید یک I1 MESW، یعنی همین کانتاکتور ما علاقه تیغش، یعنی مثبت 24 ولت DC را از این قسمت خارج کرد، بود به 12 صفحه 12. یک LCD صفحه 12 را مشاهده میکنیم، میبینیم که در اونجا چی میگذره. صحیفه 19 و اینش هم 12، یعنی صفحه 12 را مشاهده کنیم، آمدگی است به این قسمت، یعنی منبع PLC را در نظر دارد، یعنی همون قسمتی که ما مشاهده داشتیم، یعنی این است 24 EMSW، یعنی این زمانی که میگد که زمانی که اگر آن وصل باشد به این قسمت مدول منبع تامین میشد، زمانی که حمایه همون حالت اضطراری ما کار میکنند، این PLC رو مدولش قدم و این قدر مهم نیست. میریم و باز نقشه خوانی را دوام میدیم، میبینیم در داخل این نقشه با چی چیزها است و ما اونا رو به کدام شکل مشاهده کرده میتونیم. تو این قسمت اومدگی بدیم، این قسمتش هم است یک تای دیگر هم، یک I1 MESW، اینجا I1 MESW، یعنی از این قسمت هم میتوانست دست منبع گیرد از بیرون. یک تیغه دیگر هم اومدگی است و اینجا I1 MESW A، این A است، این خالی است. این از این فرق میکرد، یعنی اینا بینیم I1 MESW است، اما این ESW A است، این دیگر کانتاکتور است، این کانتاکتور دیگری است. این هم معلوم است که این ریلی است. ما یک ریلی دیگه هم اینجا داریم که I165 183 و اینش هم تیغه همین است، تیغه همین در نظر. خب باز اینجا هم تیغاش اگر مشاهده کنیم کجا رفتگی هستن، کاملا اینش هم گفتگی است که کدام نقشه هستن. و اینجا قسمت ترمینال است، یعنی ترمینال ها مشاهده کنیم، یعنی ما منبع 24 ولت را داخل کردیم با ترمینال X0B 51 و این قسمت هاش هم میگه که تیغه بسته
I1 MESWA یک طرفش با X0B56 یک طرف دیگرش X0B55 است و خروجی اینجا EO است. این ورودی است، ورودی PLC است. EO 4 چهارم با ورودی همین 57 EO 5 58 و EO 6 هم تدریجا با 59. این تیغای بازش هم اینجا گفتگی است با کدام ترمینال ها وارد می شوند. اینجا هم درباره ترمینال هم گفتگی است که کدام ترمینال یعنی چی چیز ifade میکنه. خب اینجاش هم یکان چیزی نو نیست، بازم سیمپیچی رلی هستن، تیغا هستن، منبع 24 ولت هست در اینجا و ما نیاز داریم مخصوصا این قسمت بینیم. قسمت دیگر هم میگه که این منبع 24 ولت هم هست، یعنی این مثبت 24 ولت دی سی است، این منفیش هم 24 ولت دی سی. هر دو اینا آمدن با این قسمت ترمینال های این قسمت بینه میگه که کاملا همین قسم بیرون است، همون شیتی ما واقعی است که اینا هستن. این کلپن است، همون الکترو کلپن چیزی برقی واشینگ والو. این الکترو کلپن 1 2 3 و 4 تا ما معلوم میشد که 4 تا الکترو کلپن داشتیم و اینجا هم دو تا کلیدوی تابع فشار است در اینجا P2A P2B هستند، معلوم است اینجا تابع فشار هستند و دیگر قسمت هم اینجا هم با داشتیم ما 1 2 3 4 تا دیگر داشتیم. اینا اینجا مشاهده کنیم میگه که با میکسر بی رفتگی هستند، اما این قسمتش هم رفتگی است با میکسر، یعنی ما دو تا میکسر داشته بودیم برای شستن همونایی استفاده می شود. یک تاش هم میکسر A است، یک تاش هم میکسر B است. همین کاری که هم برای میکسر A می شود برای میکسر B هم می شود، یعنی دو تا در علاهیدگی بود است. خب اینجا نقشه الکتریکی علاقه کاملا تمام شد. اینجا نقشه جایگیری همون شیتش هم است. اینجا شیتش ببینیم این نمود ظاهری بیرونش هم است، این HMI دارد. خب اینجا امرجنسی که بود اینجا هست. خب معلوماتی که در پیش بودن این هم PLC ش است. اینجا میگه که PLC CPU XB CP0292 است. نمود پوازشویش هم اینجا کابل ایترنت استفاده کردگی است. خب این منبعش است. اینجا قسم USB اومدگی است. مثلا مشخصاتی که درباره PLC در اینجا هسته این قسمت در این صفحه جایگیرند و باز قسمت دیگر نقشه IO است، نقشه ورودی و خروجی PLC. یعنی ورودی خروجی PLC یعنی PLC ما همین است و قسمت ورودی خروجیش هم در اینجا کاملا گفتگی است. یعنی اینجا E1 تا E2 این ورودی ها است و Q1 تا Q12 در اینجا خروجی ها هستند و در اون قسمت هم ما دیدیم در نقشه کدام تیغا ورودی هستند، از کجا ورودی ها وارد میشن، از کجا خروجی ها خارج میشن، این خروجی به کجا می رود و اینجا هم همون قسمت است. و یک قسمت دیگر هم یک فهرستی که در اینجا به ما پیشنهاد میکند، میگه که کمپوننت ها اینجا هستند، همون نامویشون که بدن، مخففی حرفایی که در اونجا بدن، شماره شون میگه و اینجا یکم توضیحات هست اینجا و این قسمت هم کودی همونو هستن. زمانی که ما درخواست میتیم همون تجهیزات یا احتیاطیش ما لازم داشتیم از روی همین کد درخواست میکنیم و اینجاش هم در کدام صحیفه استفاده شدگی است استفاده میکنیم. یعنی این فهرستی همون تجهیزات ما هستن در این قسمت و با پایانتر هم یعنی اینجا نقشه بگیم ترمینالی هستن. میگه که ترمینال های ما X0B5 و ترمینال X0B10 و X7A1 ترمینال ها در اینجا
x7 ادو هم هست با x7 b0 است x7 b10 هست و کلی همون سیمایی که آمده به ترمینال میرسند یا که ترمینال در پیوست میشوند در اینجا از یک سر کاملا بررسی میکنه. فرض کنیم اینجا این با سبب میونه که این نقشه در این طلا و ایتالیا دارد با دو زبان است، یعنی قسمت بالا هم ایتالیایی قسمت پایین هم انگلیسی است. در اینجا هم میگه قسمت بالا این ایتالیایی است، این یک چیز است، قسمت پایین هم انگلیسی است. یعنی میگه که صحیفه 6 و 1 استفاده شدگی از همین 24 DCSWA این منبع 24 ولت است. من این قسمت هم سیفتی سرکیت کانتاکت صفحه 4 استفاده شده، یعنی کاملا همون قسمت هایی که ما در نقشه خانی گفتیم گفتگی است درباره ترمینالشون و ترمینال هم در اینجا گفتیم از کجا، یعنی اینجا معلوم میشه در حقیقی که فردا بریم میگیریم که این قسمت فرض کردیم همین قسمتش ما مشاهده کنیم میگه که ترمینالی x7b05 است وارد میشه و اینجاش هم خروجی q09 است. یعنی ترمینالش در همینجا در نقشه کاملا میگه که در کدام ترمینال است همون قسمتی که ما نیاز داریم و بعدم در آخرم درباره ترمینال ها کاملا گفتگی است. یعنی این بود اویدی نقشه، یک نمونه از نقشه های برق صنعتی که وظیفش هم بود شستن همون میکسر و سوپر واش بود و یکم کوشش کردیم اویدی همون نقطه مهمی که در نقشه خانی شما انجام میدهید مثال برای فهم شما از کدام قسمت از کدام معلومات ها استفاده کنید تا که نقشه را خوبتر و دقیقتر و با وقتی کمتر شما مطالعه کنید. مثال زمانی که هر یک مشکلی که مثال ایجاد می شود در چنین تجهیزات کلان شما بدونستن نقشه کمودی یافتن خیلی هم دشوار می شود. فرض کنید اگر در خود همین نسوس اگر باشد، نسوس دویم باشد، شما نمیدونید که علاقه از کدام کانتاکتر پوسکت منبع میگیرد، حمایش هم کدام است و از کجا وصل قطع می شود. یعنی شما زمانی که نقشه را مطالعه میکنید سریعا میرید و همین قسمت فقط بررسی میکنید، اما زمانی که نقشه داشته باشید این نهایت مشکل و با اضافه مشکل هم خطرناک هم است. یعنی شما ممکن است که یگان مصیب به دیگر قسمت از این تجهیزات وارد کنید.